پنیر خونگی درست کنیم. موادی که نیاز داریم: شیر 2 لیتر، سرکه سفید نصف استکان، نمک به اندازه نیاز، آب لیمو به دلخواه، 1 تا 2 قاشق غذاخوری. الان اینجا شیر در حال جوشیدنه. ما کم کم سرکه رو بهش اضافه میکنیم. سلیقه‌ایه. من یه مقدار کم آب لیمو هم بهش اضافه میکنم که یه طعمی بگیره. شما اگه دوست نداشتی نیازی نیست. کم کم کنار میزنیم ببینیم که اون آبی که ازش جدا شده کاملا اگه شفاف بود یعنی اینکه دیگه سرکه نیاز نداره. من یه مقدار دیگه سرکه بهش اضافه میکنم. الان شیر کاملا برید و آب و جونش از هم جدا شد. یه جورایی میتونید خاموش کنید و از صافی رد کنید. شیر رو از روی حرارت برداشتم. اینجا من یه قابلمه گذاشتم، یه آبکش گذاشتم روش و روش یه تنظیف گذاشتم. حالا این تیکه های پنیر رو میریزیم توش. چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه به آبی که جدا میشه ازش نیاز داریم. اینا رو که کاملا صاف کردیم این تنظیف رو گره میزنیم سفت، یه چیز سنگین میذاریم روش که کاملا آبش ازش جدا بشه. بعد پنیر رو از توی تنظیف در میاریم. خب من تنظیف رو گره زدم محکم. یه وسیله سنگین بذارین روش. نیم ساعت تا 1 ساعت بمونه کافی. کاملا آبش که کشیده شد اون موقع میتونیم تنظیف رو باز بکنین. پنیر رو برشایی که دوست داریم بزنیم. آب پنیرم که خنک شد میتونیم به اندازه دلخواه نمک بهش اضافه کنین و پنیرای برش زده رو توش حدود 1 روز بخوابونین. کاملا به خورد پنیر میده. اون موقع پنیرمون آماده. بعد 1 ساعت آب پنیرا کشیده شد. برش زدم. توی آبش نمک میریزیم اندازه دلخواه، میچشیم. اگه خوب بود میتونیم بریزیم روی پنیرا. یه ظرف مناسب انتخاب کنی، چون زمانی که پنیر آبو به خودش بکشه حجمش بیشتر میشه. که چون این پنیر باید توی آب بمونه، بیرون از آب بمونه خشک میشه. همین باید آب پنیر یه مقدار بیشتر باشه. خب این الان آماده است. میذاریم 1 روز توی یخچال. بعد میتونیم استقبالم شما هم درست کنین و خوشتون بیاد.